Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Zinda و سربلند و خاناباد باشین. حاضر انم باباتون در طرف شهر تویف رفتیم. یک تقریبا 2 کیلومتر گذشتیم از میقات تویف گذشتیم طرف مسجد حضرت عباس رفتیم. برادرو یک سوال به میان میاد که بابا قند یک بار در حج در زمین مقدس در پیش خانه خدا حج کردیم. الحمدلله حج عمره را به جا آوردیم و شهر را تماشا کرده گشتیم. این سبب کی بود؟ سبب این بود که الله مهربان خواست و من این برادر بسیار باید بشم بگم که پایست چی گپ هستم. همین برادر منم بلیت مگیریم. من آمدم در همین سرزمین مقدس ویدیو کرده تماشا کرده تمام رکنهای حج اجرا کردیم تماشا داریم و اینجا حاضر یک منظره زیبا رو دیده هستیم که در ماه فوریه ماه شعبان که در اینجا چقدر منظره زیبا، چقدر درختای زیبا، چقدر مثال گلگشتای زیبا و در اینجا یک شبیه تاجیکستانی عزیز من میکنن که در تاجیکستان همین خیلی 4 فصل حکم فرماست. برای همین از سخن با کاری فاروق جان میتیم در این باره سخن میکنن. خب این طرف همین طایف است. طایف چگونه که مردم میدونند شهری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به این شهر برای دعوت آمد مردم را دعوت کرد و مردم این شهر به زمینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجابت نکردند و این را چیکار کردن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیم که کودک‌ها را دستور دادن تا او را سنگباران کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا جایی رسید سنگباران کردنش که علاقه همه کفش‌هاش پر از خون میشد و این شهر را ترک کرد. وقتی که این شهر را ترک میکرد چیکار میکرد؟ یک دعایی کرد که تا این عرش پروردگار در لرزه در آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا کرد که الله شکایت دارم از سوی تو از ناتوانیم، از عاجزیم و از حالتی که داشت به الله شکایت کرد و بعضی همه این گفت الله به قدر عذاب و مشقت کشیدم اگر تو راضی باشی هیچ باکی ندارم، تو از من راضی باشی. پیامبر الله جل جلاله حضرت جبرائیل را به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم روان کرد. گفت الله امر کرد بر من که هر چیزی که تو بگویی عملی کنم. بخواهی گفت از همین مردم همین شهر کویت الان ما قرار داره گفت اگر بخواهی این را در بین همین دو کو همین فرمان نابود کنی. صلی الله علیه و سلم گفت نه الله اینها را هدایت کنند شاید از اینها فرزندان خوب بگویند که در راه اسلام خدمت کنند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم با ضمن این که اینقدر بگیم آزار و اذیت از جانب این قوم باز برای آنها دعای خیر کرد و گمان نیک کرد نسبت آنها. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی خلاصه قصه بسیار است. الان انمو در همون شهری که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم همین حادثه ها گذشت ما در همونجا قرار داریم و میقات تقریبا ما 2 کیلومتر میقات رئیس گذشتیم طرف مسجد عباس رفتیم. و برادران یک چیز بدونید که در هر چه سرحد هست اینجا سرحد اسلامی هست. یعنی اگر ما بخوایم که بعد تاجیکستان آمدن ما دوباره حج عمره کنیم یعنی باز حج عمره کنیم نزدیکترین میقات سرحد همین شهر طایف است. باید ما حتما این را بگذاریم و در اینجا نه تنها مسجد عباس است اینجا مسجد عباس هست یعنی حضرت عباس یعنی نصرانی که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از همین شهر میبرآمد چیکار کرد؟ یک غلام بود بر او از باغ انگور آورد و وقتی که انگور آورد پیامبر صلی الله علیه و سلم بسم الله گفته همون بگیم میوه را تناول کردند. وقتی بسم الله گفتن این غلام عداس نام داشت. گفت که چه کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که این سخن اهل این سرزمین نیست یعنی اهل سرزمین مشرک هستند. با پیامبر صلی الله علیه و صحبت کرد. پیامبر صلی الله علیه و گفت که تو از کجا هستی؟ اول نام شد تو از کجا هستی؟ گفت من از نینوا هستم. گفت از پیامبر صلی الله علیه و گفت از نینوا از شهر یونس پسر متی. این غلام گفت تو یونس از کجا میشناسی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه یونس از قرآن تلاوت کرد و این عداس همین غلام بگیم اسلام قبول کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. حاضر مسجد عداس هم میریم ان شاء الله برای شما نوار میکنیم. خیلی خلاصه بود برادر حاضر کورجو
همین منظره را قصه کرد و من خود در همون منظره احساس کردم سنتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هرچند که آزار میدیم هرچند دل آزار میدیم مردمی تاجیکستان نسبتی به گپ قبیل که بزنید سنت جناب رسول الله ما با شما چی نمیگم شما خودمان فیدیو دوید من این روز در سرزمین مقدسم چقدر گپ قبیل میگید با دل من خدا آگاه باقی در پناه الله پاک باشه. برادرها یک چیز دیگر گفتنی هستم مثال هر کسی باشد نباشد برادران نسبت شخص همیشه گمان نیک داشته باشیم همیشه گمان نیک داشته باشیم نگاه کنید یک قصه را برای شما بگم سرلشکرهای همین چنگیزخانی که خونخوارترین انسان روی زمین بود حتی سرلشکرهایش بود که میلیون ها انسان کشته بودند وقتی اسلام را قبول کردند الله گناه آنها را بخشید انسان های بودند که در خالد ابن ولید چقدر مسلمان ها را شهید کرد لیکن امروز افتخار میکنند مسلمان ها از نام خالد ابن ولید از او گناه ها توبه کرد یا عمرو ابن عاص یا دیگر مسلمان ها که بودند مثال اینقدر مسلمان ها را کشتند و بعد اسلام آوردن الله نه تنها گناهان را به شما بخشید بلکه باز عزت و آبروی همین خیلشان داد که امروز مسلمان ها از گرفتن نام آنها افتخار میکنند برای هم قدر بابای قند نه یگان آدم کشته ولی نه خون یگان مسلمان ریخته مثال خیلی گناه هر کس گناه میکنه الله ببخشه الله توبه کنه همیشه گمان نیک داشته باشین از او دشمن از او گپای قبیح گفتنده بگین الله هدایت کنه الله هدایت کنه الله توفیقش بده همیشه گمان نیک داشته باشین برادران اگر که ما مردم تاجیک یکدیگر ما دستگیر نکنیم نسبت یکدیگر ما گمان نیک نکنیم اگر یک تمام عفو کنه حتما خودمون میافتیم همیشه دستگیر یکدیگر باشین همیشه نسبت یکدیگر گمان نیک کنین هر کی باشه نباشین از یک قومیم از یک ملتیم یک مردمیم یک زبانیم همیشه نسبت یکدیگر گمان نیک نه سخنهای نیک بگین ان شاء الله همش خوب میشود همین خود ما خوب شدیم ان شاء الله همه خوب میشود الله هممون برای که خودش دوست می‌دارد هدایت کنه سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم بابای قند اینا مسجد عباس اونا تعقیبتون دیدین مسجد عباس نمیره مسجد عباس دارو انگور خریدیم ای شهر توی بابا شنیگه اک دلکشودیشه یک تقسیم میکنه کو بخی خیلی مزهش خیلی اوجی بزن کو بسم الله الرحمن الرحیم ای باور که این تویف بهد انگوروش زورای بهد اوش چوا حاجی انجیر خوشرو نه که مزه انجیر خونو نداره مزه انجیر خونو با مزه ای خود مو گارنی بدم باور که مسجد عباس اومده مسجد عباس حضرت عباس هنا بسم الله الرحمن الرحیم من اینجا شهر تویف کرد قدیم ترین ماشاءالله در اینجا پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پای کردیم سانسورش کردیم سانسور کردیم آزار دادیم بابای مبارکش خوب شده همین شهر با انمی کوچاک داشته گیا دعای بعد نکرده دعای بعد نکرده دعای نکرده شهر پر برکت دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا چی های؟ مسجد کی؟ مسجد عداس چون برابرها حاضر مود در مسجد عداس حاضر اوریجین خواهش میکنیم که درباره عداس درباره مسجد کمتر معلومات بیشتر گوش کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اینجا مسجد عداس هست یعنی عداس نصرانی بود یعنی قصهش این گونه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از همه شهر طائف بعد این قدر عذاب ها بگیم که قدر آزار و اذیت ها وقتی که بیرون می شود در اینجا بگیم یک غلامی به نام عداس در یک باغ انگور کار میکرد یعنی غلام بود خودش غلام بود کار میکرد
وقتی که خوجهش میبیند حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هرچند دشمن بود ولی دلش میسوزد و به غلامش میگه به عداس میگه که بر همورا انگورش بده یک میوهش بده. وقتی که عداس میارد یک میوه را همون انگور را میگیرد در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میماند و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از اینکه بخوره اول بسم الله میگه. بسم الله میگه. عداس میگه که این کلام اهل این سرزمین نیست، این سخن اهل این سرزمین نیست، یعنی اهل این سرزمین مشرک بودن، اهل سرزمین نیست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکند که تو کی هستی و از کجایی؟ میگن من عداس نصرانی و از نینوا هستم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه از دیار یونس پسر متا. بعد عداس میگه که از کجا تو یونس را میشناسی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم از قرآن قصه یونس علیه السلام چی میکنه؟ تلاوت میکند. عداس وقتی این قصه را میشنود و یقین میکند که این همون پیامبر آخر زمان هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان میارد. یعنی عداس خودش نینوا از طرف بگیم عراق نیمه بود و در اینجا غلام بود. پس اسلام قبول میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم و همین مسجد همون مسجد عداس هست و باور کنید که ریا نشود. پناه میبرم به الله از ریا و از خودنمایی و از کفر. همین احساسی که در همین مسجد میکنید باور کنید در یگان مسجد هم خیلی احساسی یک آرامی لحظه نکرده بودیم. یعنی باید یک احساس دیگر میشه در این مسجد. درست. های الله خودش به حکمتی دانا هست. سلام علیکم و رحمت الله. بابا اسلام حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا طایف برادر رو اونو که همیشون ته برادر رو اونو که دیده اونو که وقتی که همینجا سنگسارش میکنه نیست نشون ته برادر وقتی که سنگسارش میکنه حضرت جبرئیل علیه السلام میویا میگه همینجا شتگی بدن اینجا شتگیه اینجا شتگی حضرت جبرئیل اینجا مسجد اینجا ممکن است اومدن اینجا میویا میگه امر که او که با این که میبردون دبالو شاید توی میزنه میگه نه شاید همینجا آلیمو همه آخرین رسونه به میگه از همه خالق اون بهترین همینجا انگورش میگه عداس همین دعام همینجا حضرت جبرئیل همینجا اومده حضرت جبرئیل همینجا اومده همین شتگیه همینجا میشه دکه میگه یکی سینه رحم کی داشت وای نکرد دعای بد نکرد باباشی چیه؟ بچه این پودینه خودمون همون میرویه کو دلوا جوارا در زمین های کیشت این پودینه را ایجاد میکاریدیم پروریش میکردیم این هم خیلی بوی خوشو داره که میشه باشه خورده اینا میخوره اتاکه با حاجی حالا بو الله فهمه خری بخور خیلی کویا بخوره کو پودینه خیرسی تاجیکی بسم الله الرحمن الرحیم بنیاتی شفایی کامل میگم اگر زهرم باشه ان شاء الله شفا میتیه پودینه خودمون کو دلوا جوار در زمینای کیش در تمام به من بخور میخواد پرورش میگه بخور ممکن نیست نباشه که خیلی ما بخور مگه تو گام برون بس بخور اینا چوی کرا میخوریم این برای سالاد پالات یور کردم شورا جون این اجاره نیگه چونته اجاره اینا ای همین زمینای کیش اینجا گفتم کو اینجا زمین حاصل خیز داره زمینای حاصل اینا ببین پیاز پتروشکا خوریدن بچه عجیب ده ای قوری فارو گاب نه جای زور مووردی گاب نه سکه هزار رحمت حقیقتا گاب نبوده در شرکت شما حقیقتا این تویف دکو تویف ده بده این توت بابا خیلی همو که اینه میای اونمو که دیدی اینه میای ایش اینه می اینه ها ایش دیدی توت میپزن توت میپزن اینه توت گل کردی نه بچو دیدی اینه قریب اگه بگه بچه خرک هم شیده همیشه خورده بود همین جا آمده با همین نیحول ها نیحول همین خورده باید همین خیلی یا که توتا در همین فاصل بخوریم توتی سرخک شده توتی بچه خرک شده ایشالله خیلی که من رو میدونی فیلم کو یا بخورم خیلی اون گذاشتگی اگر نام برم باکی میخوره شورت هم بخیرش اما زهر خودت میخوری ها گام نه حاجی انسانی خوبه توی وطن دیگه توی وطن دیگه سرزمین مقدس است یکی تاجیکستانی مورم زورای بخدا بیشتر اوسوا بیشتر اوسوا بخدا